منتظر نقشیم. بله، لطفاً نقش نقشتون رو به خاطر دکتر. بسپارید و سعی کنید با توانایی هاتون به برد تیم کمک کنید. بله، فراموش نکنید افشای خب نقش در بازی تخلف محسوب میشه. درست. دور معارفه یک دور صحبت میکنیم بدون چالش. بفرمایید. شماره 4 بازی هستم با نقش دکتر. توضیحاتش هم اینجا نوشته. سلام دوستان. سلام دوستان. صبحتون بخیر. ساعت 6 خوابه این. شهر هزاری. شهروند سادم. از این نقش بدم. یه دونه شهروند ساده دیگه وجود من داره. الان داشتم میگفتم این تایم پلیر سر صحبت اطلاق کرد. درود عالی بر یک دوستان متعادی. وقت عالی بخیر. امیدوارم بازی خوبی رو داشته باشیم. انرژیمون رو گرفتن. مهدی بازی. مرسی. به نام نامی یزدان که رنگین کمان را پنهونه بازی خوبی داشته باشیم. اول ساعت 5 صبح اومدیم بازی کنیم. نفر اول بلند میشه اطلاق کنیم. شما برو بیرون. بعد از این نقش دیسکانکت شو اون دیسکانکتی بده. نفر بعدی. آقا درود بر دو ساید بازی. صبحتون بخیر. راست میگه شماره 1 و 2 اصلا اینقدر کسلید روحیه‌مونو گرفتید به امام حسین. یکم شاداب باشید یا نمیتونید نیاید دیگه. 2 مافیاست. 2 قطعی مافیاست. مرسی. سلام و عرض ادب دوستان. امیدوارم بازی خوبی من داشته چپ کردم رو باشیم. شماره 2. شهروند بازیم. شهروند با من دیالوگ میکنه. تارگت خب میزنم به 4 بازی، شماره 10 بازی. مرسی. بشین نفر سر بعد. جات شماره 5. بابا بشین. سانس رو به هم میدون باشم. دکتر بازی تارگت نزنی. یه بازی میکنم این بر 9 بازی رو میزنم. این چقدر تبره شماره 6. یکی گفته شهروند ساده هم بهش تارگت میزنه. سلام بچه ها. یه سیو میخوام، یه شیل میخوام، یه گان میخوام. اون اطلاق کرده بعد تو میزنیش. حالا هرچند من دوست ندارم جدی میگم منم خوشم میاد این بره، چون تا آخرش بازی فقط میان رو تو میگن تو باید میرفتی. مرسی. نه چون مافیا هم حق برد داره. خب نفر اولی که بلند میشه مافیا حق برد داره. منم تک تفکیدش میزنم اجماعشم میدم بیرون که یه شرم زدگی نگه. مرسی. نفر بعد. سلام دوستان. صبحتون بخیر. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. بریم تارگت میزنیم به شماره 2 بازی، یار بازی و هفته بازی. نفر بعد. شماره 1 چرا نفر اول صحبت اطلاق بازی حسابی بهمون خوش بگذره. سایه بودم اینجاست که 4 با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. شماره 2 رو الان بهش میگم نگاه کنید. شماره 2 این پیانو تو بازی خب قشنگ رو صندلی پیانو نشسته. الان بهش میگم به یه شرط ولت میکنم که یه چالش بگیری پیانو بزنی واسم. ارگه چیه؟ گیتار؟ نه گیتار چیه؟ اور چیه؟ پیانوه. درسته اولش درست گفتم. شماره 2 اگه برام پیانو زد ولش میکنم وگرنه گردنش میگیرم با نقش دکتر. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. کسایی که کره گرفتن از نظر من 1000 مافیان. حالا من اطلاق کردم نقشم اصلا مهم نیست. شماره 7 کره گرفتی یا چالش میدم ببینم میخواید چیکار کنی. برین تو شهر برین. مرسی. نفر بعد. خانم شماره 1 با احترام شما ریدید. قبل از منم چند نفر بودن در مورد تو حرف زدن. تو اونا رو نمیبینی منو میبینی. من گردنم کلفته. حالا نگهبانم نیستم. تو یکی خودت منو زدی بعد لایکم میدی. من بالا پایینمو میزنم. حالا جرأت دارید منو بدید بیرون ببینم شما چی دارید بگید. گان سیف شیل میخوام حتما. مافیا نزدم. مرسی. نفر بعد. ببینید دوستان نظرتون چیه؟ شما بگی که دیسکانکت بیرون بده بیرون مافیا شاد نزنه.
یه کلن مافیا شاتش بزر به شما یک. من تارگت روز شما به 4 یه دن شما به 9. نفر بعد. من تو رو نزدم که داداش، گفتم تو برگشتی گفتی 6 بازی از این کره میگیری چرا؟ گفتم آقا این باید بره بیرون. غلط کرد مثلا خودش شو میکنه. خب این به دیسکانکی میدیم بیرون، مافیا هم حق شات هم نداره. نفر بعد. خب چالشو میدم به 6 بازی. تو هنوز من که تایم بازی تو نگاه نکردم، ولی تو هنوز شعورت نمیرسه. شهروند ساده بازی که نقشه مهمی که از ابیلیتی داره محافظت میکنه جلو ناتوی، تو هنوز اینو نمیفهمی که بلند میشی میگی 2 تا شهروند ساده که پیدا بشن مافیا شاتشو میذاره سر ابیلیتی داره، ما رو نگه میداره تا آخر بازی. بر فرض مثال نمیفهمی تو. مرسی. 3 بازی دست نکنه باید سالت. ببین فکت شهروندی میخونه. هفته بازی قرار نیست بلند شی بیای کره بازی منو بگیری. خودت اینجا میخونی 100 مافیا. اوکیه. من زدم دیگه روز اول تارگتامو زدم 1 4 چند روز بازی بود 9 بازی بود. تو چرا دردت اومد به جای به یک بازی زدم؟ تو با صحبت اون شدی. نمیخونه بازی عزیز. متشکرم. نفر بعد. ببین شماره 6 با این چالشی که گرفتی شو کردی خودتو. کله چی گرفت؟ یارو گفته شهروند ساده، تو بلند شدی قرمزش کردی، میخواد هیچی بد نگه. نفر بعد تو 3 نفر بعد تو همین میگفتن. شماره 2 اگه برام ارد میزنی اونجا نشستی پیانو میزنی ولت میکنم، وگرنه تو هم بعدی 6 گردن میگیرم. ادا در نیاری. فکر کنید روز سوم نقشا شو شده. ادا آدم خوبا در نیارید بازی کنید. مرسی. نفر بعد. ببین من مافیا میخوام پشت دست این بازی کنم، تا تو رو ندم بیرون ول نمی کنم، ولی اول اینو دیسکانت میدم بیرون، فردا میام گان دستم برسه لالکش تو رو زدم. شهر خوندیم خودم میرم. این خودش گفته شهروند سادم، تو میگی یکه رو میزنم بعد می خورده من میگیری شو تپان. متشکرم. نفر بعد. یه چالش واسه تو. سیف میخوای پزشک نیستی، شیلد میخوای نگهبان نیستی، گان میخوای تفنگدارم نیستی، کارگاهم نیستی. درسته؟ شماره 7 فقط تارگت تکاوری زدی. شور مافیا. الان شماره متشکرم. 5 نفر بعد. این چه حرکتی بود کرد؟ حاجی من دوست دارم مافیا بازی رو ببره با وجودی که یکی بلند میشه. این نکته اول. شما روز اول بازی بلند میشه 100 تا تارگت میزنی، روز دوم فقط یکی بره بیرون راجع به تارگتات صحبت نمی‌کنه. تارگتات 4 و 9 بودن اگه اشتباه نکنم. با کدومشون چشم باز کردی آقا؟ نفر بعدی. شماره 3 بازی داشته گلم اینجوری نشد. دیمه داستان چی؟ داستان از این قراره. روز اول معارفه 2 بازی بلند شده 59 بازی زده. 5 بازی کجا رفت؟ 9 بازی زده. بازیش نمیخونه دیگه. 2 بازی 100 میخونه مافیا. 5 بازی من تو رو نمیدونم ولی ساده شهری تو با فکتت میخونه. 3 بازی این 2 تا شهر دارم دی، ولی هفته بازی رو 100 هم میکوبم. 2 هفته بازی بده. متشکرم. نفر بعد. الان شماره 5 تو چی گفتی؟ یعنی الان اومدی کارت شماره 7 و واسه ما تو بازی رو کنی؟ این نیستی اون نیستی اونم نیستی اینم نیستی که چی الان مثلا که چی؟ بذار ببین من بذارم این مافیا ببره. یکو میدین دیسکانکتی بیرون الان که همه یکو دیسکانکتی میدین بیرون، یه بلایی سرتون بیارم. مرسی. ببین خودمو میکشم تو منو بگیری. فهمیدی چی میگم؟ من اونقدر نوبم تو اگه نقش منو گفتی به جون مادرم بازی نمیکنم. قسم خوردم. نقشمو بگو به جون مادر به جون بچه ها میرم. برو گم شو تکاوری من اینو زدم مگه. نفر بعدی. یکی هیچ جا نمیره. یکی هیچ جا نمیره. اینقدر دکترمون کلپس سیو درست نمیتونه بده. امروز تو میری قشنگ میری میخونی مافیا. بابا چرا داری میخندی؟ امروز 4 خروج. نفر بعد. از شماره تفنگدار 5 رو خواهش نگاه. میکنم این ورگان اصلا پخش نکنه. نیاز قنویستون نمی کنم. خب این ورگان پخش نکنه، این ور دعوا دارم. دمو شما گرم. اگه میتونی گانتو برسون به من. خب فقط گانتو برسون به من.
میخندی؟ نفر بعدی. شما چهار اوی دوست داری پیانو حاجی عباس معروفی بزنم حاجی برات باش یه دوست داری خلاصه داداش ابی بزنم برات ابی دوست داری حالا داداش بزن. نفر بعدی. شماره 2 اینجا برام تو مافیا میخونیم با شماره 7. شماره دارم. شماره 1 اومده گفته شهروند بازی هم فعلا اومد بمونه بازی. شماره 2 7 باید امروز تکلیفشون مشخص بشه. چالش هم میدم شما. نفر بعد. نوع بازی دست نکنه بازی چاله 8 بازی میگی کان اینجا بخشش دعواشونه اینا اتفاقا باید قوم بخش ساخت ما در بیاد اوکیه تا باریکلا بعد اینو تو باید بخش موافقم. نکنی کانو خودت بگیری نمیخونه بازی 8 بازی خیلی باحال داری بازی میکنی ناموسا یه ذره آروم باش ما هم سوار شیم با قرآن اینو متشکرم. راست کن. نفر بعد. ای شماره 10 صحبت نمیکنه. ببین شماره 1 کاری کردی که من نباید 5 بدم بیرون، نباید نمیدونم 10 بدم بیرون، نمیدونم 9 بدم بیرون، 6 بدم بیرون. آره ببین الان رأیگیری. روز 1 هم که گذشت شماره 5 9 10 که صحبت نکرد اینا همه واسه من مشکوکن. بذار 1 و دیسکانکتی بدیم بیرون اشکال نداره. ببین خود من آوردن تو دفاعیه. چقدر اینا تباهن، تباه، چقدر اینا تباهن. متهمان آماده دفاعیه باشند. مگه گفتم شهروند بازی، شهروند ساده هم هست. مافیا رو نگه داشتیم کنی شهروند بدیم بیرون. واقعا شهر احمقی هستی. یاره بازی هزار دیگه مافیا توهین نکن بره دیگه، بیرون میخونه یه عدد مافیا. توهین آگاه نکن باشید دیگه. شهروندا، آگاه. مرسی. نفر بعد. نه دیگه توهین نکن. من که ترمم بلند شدم گفتم این یکی ادا آدم خوبا رو در نیارید، فکر کنید روز 3 اطلاق کرده دیم گفتیم فلان، گفتم آقا دیسکانکتی بدیمش بیرون حاله مافیا رو بگیرم. تو یه کاری کردی که دایی که داره به ریش ما میخنده صحبت نمیکنه رو نمیاد حتی تو دفاعیه. الان تو 1 به عنوان دیسکانکتی میری فردا در میاد بازی. تو برو الان. میریم سراغ رأیگیری. وای خدا به من رأی ندن. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. وای دکتر، این شهر به کمکت نیاز داره. چرا شماره 1 نکردم بیرون؟ 7 تو سیو دادم، 7 مافیا هم باشه شهروندی ازش گرفتم. ای بابا خودم رو سیو بدم یا نه؟ چند رو سیو بدم؟ 3 رو سیو بدم. خودم رو سیو نمیدم، امیدوارم منو نزنن. چرا اونا اینقدر بدن؟ با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. شماره 9 رو زدم. درخواست اعلام وضعیت.
خدا میدونه شماره رأی 9 نمیاره. نقشش چی بود. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. ببین شماره 10 خدا میدونه اکانت دوم یه نفر دیگه است. جریان چیه؟ مرسی. نفر بعد. دوی بازی میدم به 3 بازی. دوی بازی این فکر شرمسادی شاهود تو چرا رأی دادی اینجا؟ ها؟ تو چرا رأی دادی بهش؟ اینو نگاه. بهت چی بود؟ اینو نگاه. آقا منو بدین بیرون، گان میخوره سر این. گان یا بزنین سر این من اجماع کنی خوند شهر. متشکرم. نفر بعد. گام پخش شده یا نه؟ آن دست کیه؟ 7 بازی دستت رسیده؟ تو اینو نمیبینی؟ تو دهه رو نمیبینی؟ 2 ترن صحبت نکرده با 2 تا رای بیشتر وارد دفاعی نمیشه. آقا قطعی شهرمنده. من نتم قطع شده بگه همه قطعی به یکی رای میدادم. یحتمل 3 تا شهروند قطعی دارم. نفر بعد. داداش ندیدیم که دیسکانت بشی. حالا نمیدونم چجور اینترنتت قطع شد که ما ندیدیم. من خودم نقش بازی کردم بهت رأی نداد، گفتم ببینم تو چرا رأی دادی ها؟ بگو تو ترن صحبت بگو یه گان دستمه بعد یک چالش به من بده من بزنم. اینم میگه حرف نزد اینم میدیم بیرون. دهن سرویس مگه ما مسخره توییم؟ متشکرم. نفر بعد. داداش نقش بازی کردم چی الان؟ شماره 7 داداش تو که من به شیشه خورده گرفتم. شیشه تو به شیشه تارگت زدی چرا به یک زده؟ بعد گفتی نه اول یکو میدم بیرون بعد شیشو میدم بیرون. بعد الان میگی من نقش بازی کردم براتون. همتون گفتین یکی بره بعد من 2 تا میارم اون یکی میاره. نفر بعد. 4 بازیت خیلی مثلا چیز میخونه، شهری میخونه داش گلم. خب گانم دست من رسیده ولی 3 بازی تو سفید یخچالی شدی برای من. میدی چرا؟ وقتی اومدم تو رو با 5 بازی سفید بازی اعلام کردم تو بلند میشی 5 بازی رأی میدی. رأی ندادم کی داره رأی میده؟ دنبالشو بکشم پایین. 3 بازی سفید یخچالی دارم دیگه داش گلم. دیگه چیکار کنم؟ به بازی بهتم چالش میدم صحبت کنی. مرسی. ببین آقا من از این شماره 10 یه نقشی گرفتم. 8 برای من سیاه. یکه رو چرا رای دادم؟ چون گفتیم که رای بدیم بره بیرون. از شماره 10 چه نقشی گرفتی که ما نفهمیدیم؟ 8 برای من سیاهه با 6 و 5. 5 نمیدونم چرا هیچ تارگتی نمیخواد. مرسی. نفر بعد. یعنی واقعا نمیفهمم. گروگان گرفتم منو لعنتی. یعنی 9 نفر داخل بازیه باید بیای منو بگیری؟ چقدر عقده بازی در میاری بابا. بسیار یکی دیگه. تو چرا همه رو شهروند داری؟ چرا همه رو شهر داری؟ چرا؟ نفر بعدی. مرسی. نفر بعد. بابا نکنید دیگه. شماره 8 تو صحبت کن دیگه. ببین شماره 5 تو دیروز با 6 خودتو 6 رأی مرگ دادین به من. گفتی نه این بازی برو بیرون. الان سر صحبت شیشه بلند میشه به من میگه 4 شهروندی. تو بلند میشی به 6 که دست تو شده رأی داده منو بکنه بیرون میگه ضد و نقیضی. خب چجوری من به شما بگم ناموسم من به شما بگم شهروند با این بازیتون؟ نفر بعد. خیلی دوست دارم اطلاق کنم شماره 5 بازی. میدونی چرا؟ چون تپانید، خیلی تپانید خدای. 3 بازی اومدم با 5 بازی گذاشتم توی یه سایت گفتم شهر منن کسی نباید بینا خورده بگیره. خب ببینم کسی خورده به اینا میگیره میخوام زروازرش کنم. 3 بازی بولم میشه 5 بازی خورده میگیره. 4 بازی 100 سفیده بود من پشت دست بازی میکنم مثلا. نفر بعدی. چالشو میدم به
دیگه شیل نمیخواد دیگه. تو میگی گروگان گرفته، کسی دیگه دادار گروگان گرفته شده. شاید خودش دهه گروگان گروگان دید گرفته باشه. باشه، من مادرش رو میبرم سر ازاش. به مادرش توی نکردم، به خودش توی کردم. این موقع اشتباهش. من تو رو گردن گرفتم، هنوز حرفی نداری؟ من میگم سر دهه بکن. جدی دارم بهت میگم، دهه خیلی مهمتر. مرسی. نفر بعدی. گانو بزن تو کله چهارم میخونه مافیا. آن بزن تو کله چهاره. گردنگیر بزن دیگه. لعنت بهت، بگو گم شو. گانو بزن تو کله این. گانو بزن تو کله این میخواد. نفر بعد. من بازیتون رو متوجه نمیشم. الان شیشه باشه چقدر احمق شماره 5. این وسط آقا 8 هم داره به شیشه میزنه، 5 از اون به شیشه میزنه، شیشه دوباره 5 رو سفید میکنه. چقدر خیلی بده. گیتشون کلاپس کردن. 3 اگه شهری درست بازی کن. نمیفهمم. شماره 5 چرا راجع یه به چالش میدم به شماره 7. نفر بعدی. ببین گام به من نرسیده، تو خودت همین الان 5 رو سفید کردی. بعد تو بابا کجا بازی یاد گرفتی؟ دهنتون سرویس. یا من اسکلم یا همه تو. گان هست بزن، حداقل با وصیت من بازی کنی. تو نفر بعدی. 4 و 6 یارن. 4 و 6 یارن، جفتشون هم مافیان. کی گان داشت؟ 8 بازی. بیا به چالش میدم، بزن تو سر 4 گردنگیری من. 5 شهر بازیتونه. 8 بازی 4 رو بزن تو سر 4. متشکرم. نفر بعد. این شاید تفنگدار بازی باشه. از کجا معلوم؟ ها؟ کشیاره تفنگدار بازی باشه. اینو فعلا میذاریم مافیای سوم. نیا کن روی بازی بهت اختار دادم، گفت داره من سفید کردم، اومدم روی تو گان بخوره روی من، چطور اجماعتو بگیره؟ خب تو میگی نه، اومده 6 قندیز کرده 5. نزنید منو جان مادراتون. رأیگیری. بابا رنگ ندیم. متهمان آماده دفاعیه باشند. ولی آقا اینجا رو موافقم با شما. من نمیخوام به مافیای لال ببازم. آقا من کلا کلاپس کردم. آقا این 8 هم میتونه مافیا باشه. 8 اختار شهروندی میدی؟ آجی تو مافیایی، امکان نداره شهر باشی. 4 رو نمیدونم، سرسه هم گوش. نفر بعد. نمیدونم به خاطر بیحالیت یا به خاطر هرچی، ولی یکی برای من گام بخره جر با جرش میکنم اگه شهر باشه. مثلا براش باسن نمیذارم. یارو بلند شده کاراگاه بوده، دکتر بودم، گفته استلام منو داشته، بلند شدم با تیر زدم تو سرش. بعدم اجماع شدم. آقا امروز تک اجماع با من دیسکانکتی. یه نفرم مونده، اطلاق میشه داخل بازی. مرسی.
ببین شماره 2 الان رو من سوسویی منو هیچ 3-4 نفر دیگر رو با رأی تأخیری آوردی. ببین شماره 5 به جون عزیزام اگر گان جنگی تو بازی بود میخورد به من به والله سر فوش میکشیدم بهت، اصلا برام مهم نیست دختری. تو 10 رو چرا نمیبینی؟ 6 گفته به من شهروند، 7 گفته شهروند، 8 گفته شهروند، 3 گفته شهروند، 2 داره میگه سوسن، بعد تو به من میگی مافیا پلشت. نفر بعدی. در خوابیده، در حرف نزده، درجه شماره 6 بازی گان زدی تو کله من. بچه ها من شیلد میخوام، گان جنگی رو بدید به من. خب چیز خروجی که شهروند خواستی. نفر بعد. انجا بازی میدی از کجا از بازی بدم اومد؟ آره دقیقا از اونجایی بدم اومد که بلند شدی میگی که قرآنی موافقه، قرآنی موافقه. قرآن بخورد کله. من با قرآن آیه قرآن قسم اصلا حالیم نمیشه. بازی اومدی بازی فکر نیومدی آیه سوره قرآن قسم بخوری به جون مادرم وای فلان بسار. با عقل تو به کار بنداز نه زبونت. اوکی؟ آره منم بدید بیرون ایشون معافتونه مرسی. نفر بعد. چه بازی بدی شد. چقدر شماره 5 بده، چقدر بده شماره 5. میریم برای رای گیری. چقدر بده شماره 5. رای میدیم شماره 10 رو دیسکانکتی از بازی میکنیم بیرون. هر چی شد شد، هر چی شد شد. ببین شماره 1 احمق رو نگاه کن، شماره 1 احمق رو نگاه کن. اینا دخترم من نمیخوام آخه، یا لابی کردنه یه دلیلی داره مگه میشه آخه مگه وصیتت رو میشه؟ میشنویم. برو بیرون بابا، 3 روز صحبت نمی کنی شماره 10. آخه مگه میشه؟ نگهبانی میخوای شیلد، نمیدونم چرا شماره 10 صحبت نمی کنه. شماره 1 با نقش شهروند ساده بلند میشه میگه 4 رو بزن با گردن من. آقا گردنت با بشکنه. اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. ببین 10 نگهبان بود، تنها کسی که در اومد دکتر گفت این شهر به کمکت از نیاز 10 داره. نقش میگیرم کی بود؟ کیو سیو بدم؟ بذار خودم رو سیو بدم و شماره 3 با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. 2 رو زدم. تبریک به این شهر که عجب تکاوری ای داره. جان منی، جان منی تکاور، جان منی تکاور، ای جان منی تکاور، ای جان منی درخواست اعلام تکاور، وضعیت. ای جان منی تکاور. تکاور شماره 2 رو دیشب زد. ای جان منی رای تکاور. یک دور صحبت میکنیم وای با وای وای چالش. وای 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 بفرمایید. وای جان منی تکاور، ای جان منی تکاور. یعنی دو شو مافیا بود. بارو بابا من شو یه مافیا بود، اصلا به رأی پلیر نمیدی رأی میدی نیستم. به من من. یه شما لقم هم بگم 2 4 6 مافیا. 2 4 6 بیا 5 عزیزم حرف بزن. 2 4 آره 6 نفر بعد. با دست من رای بده، شیشه بره بیرون. بابا گان چرا نیست؟ لعنت بهت تفنگدار، لعنت بهت تفنگدار. گانو میخوای بکنی کجا بابا؟ بده ما بزنیم مافیا رو. امروز شیشه خروج پیدا میکنه. مرسی. نفر بعد. یه فکت براش من باید بازی میکنم.
فکتم برای دوه آوردم، گفتم دوه بازی 8 داره براش گان میخره، بلند میشه بهش میگه خودت مافیایی، آرش نمیکنه. اصلا تو کتم نمیره، تو کتم نکن. من نمیتونم با شما دوتا بازی کنم. دوش چه چاره رو گردن میگرفتی؟ مرسی. نفر بعد. باز گردن گرفته مافیا خونده دیگه داداش. مافیا نخونده که من سفید شهرم. گانم گفتم آقا بکوب سر من اجماع اینو بگی. من قبله شهرم با این آقا. دیگه قبله شهر نیست. فنگ دار تو گان تو بازی هست. شهر نیست. بای بای. مرسی. نفر بعد. آره دیگه تو قبل شهری، بای بای. تفنگ بخوره رو من. نه عزیزم، تو روز 2 رو موقعی گردن گرفتی که گان داخل بازی بود. 2 رو من اصلا فکتش امروز میخواستم بیارم، تنها کسی بود که در اومد گو عدن نقش گرفتم. عدن چه بابا؟ شماره 1 الان فوش میدم ها. بس دیگه، دوتا دختر ریدین داخل بازی هی دیسلایک میدین. بس دیگه. چی گفته شما بیاین اصلا؟ مرسی. داداش تو الان باید خوشحال باشی. فقط من و 8 رو 2 بودیم. فکت اینم دیروز آوردم. فکتشو من بیارم برات بیارم. گفتم به 5 میگه سفید، به 4 میگه قطعا سفید، بعد گانشو میکنی تو کله شهرش. اینم مرسی. هر کی امروز به این رأی نده به شخصیت خودش توهین کرد. بچه‌ها جدی دارم بهتون میگم، شما رو 4 شهروندی ایگنورت میکنم. شهرونده و ایشون دوتامون رو شهروند کرده، یک مافیا دوتامون رو شهر کرده. آقا فقط میگه من با 10 بازی نمیشه، با 1 بازی نمیشه. 3 و 6 امروز خروج پیدا میکنه. مرسی. ببین شما رفت، من اینقدر خوشحالم، خدا شاهد گفت تکاور خیلی خوشحال شدم، ولی وقتی شماره 1 و الان من چی کارش کنم؟ دارم صحبت میکنم دیسلایک میده. خب میرینه داخل ذهن آدم دیگه. 8 تو کجا قبله شهری؟ 8 رو الکی شهروندش نکنین، الکی 8 رو شهروندش نکنین، این رکب سوسماریشه. خیالتون راحت. شهرم. مرسی. شما را 8 بازی دمت گرم. 10 بازی که لالی به من یه چالش بده، تا الان چالش نگرفتم. دمتون گرم. 5 بازی واسط ناکو ماشم واسط میگم چجوری مافیا شدی. بعد اومدی مافیا شدی، اومدی گانو خریدی واسه خودت. خب اومدی تو روز یه نفر رو بزنی ناتویی با خودت ببری. این نمیکنه بازی. 5 بازی من میرم بیرون بازی، ولی وصیت من 5 بازیه. بتابه. نفر بعدی. دفعه دیگه منو قرمز کنی با ساید میبندم، اینو دارم بهت میگم. اوکی؟ دی اول نکن یه مافیا وقتی یارشو داخل روز وقاعت میفروشه، فردا روزش بلند میشه میگه من دوهر رو گردن گرفته بودم، باش ساید بسته بودم. نگونه نقشتم الان میگم. نگونه. مرسی. نفر بعد. ببین تو کجای شهری داری برای شهر تعیین تکلیف میکنی؟ من میگم این مافیاست، تو میگی منو قرمز نخود، تو منو سفید کن، اینو بده بیرون. من فکتشو میارم برای تو. چش سبز لایکم میده دهن سرویس. خب این رو 2 بوده که این سفید میشه، تو قرمزش میکنی با این. کجا بازی یاد میگیرید؟ به منم بگید دیگه. مرسی. نفر بعد. داداش همونجا که تو یاد میگیری 8 سفید، اوکی دیتا شهروندیشو بده. دلیل نمیشه اومده گفته 2 مافیا فلانه. تو مافیا بازی نکردی، یار فروشی نکردی، آقا سفید بذار خودش ثابت کنه دیگه. هی علیکی کسی رو سفید نکنی. الان 5 یه چالش بگیر بگو 6 برای این مافیا من رأی میدم، شهروندم، چرا ندم؟ مرسی. بعدی بشین سر جد بسن. بشین سر جد. بشین. همه تونو سفید میکنم. حال میکنن سفید میکنم. خب چالش هم بهت میدم، خداحافظی رو دکمشو بزن. دمت گرم. متشکرم. نفر بعد. داشت دمت گرم، ولی گوش کن. من میرم بیرون بازی، شب یکی دیگه از شهرونداتون میره بیرون بازی. اون موقع داستان غم انگیزتر میشه. 5 بازی بلند شده دیروز چیکار کرده؟ گفته تقاضای گان کرده، گان خواسته، اومده با یه تی 2 نشون بزن. یعنی چی؟ میخونه مافیای شهرتون. با دیگه از این بهتر نمیتونم بهتون بگم. ابلیتی داره. مرسی.
ببین 1 و 10 که شهروند، 1 شهروند ساده، 10 هم شده شهروند ساده، منم که دکترم. این 3 نفر بین 3 8 7 6 با 5 2 تا مافیاست. نمیدونم مافیاش کیه. میریم سراغ رأیگیری. فکت شماره 2 رم آوردم، در اومد گفت من روی شماره 4 سوسوام. گفت من روی شماره 4 سوسوام. رأی 4 هم داد، من آورد تو دفاعی که بهش گفتم نه داداش الان سوسو هم نمیشه، با یه رأی، با رأی تأخیری رأی میدی، با رأی تأخیری همه رو میاری توی دفاعیه. حالا بذار بازی کنیم ببینم شماره 3 چرا به 6 رأی نداد. میدونم وقتی آقا شهر داره میگه 6 بره بیرون، بخوای مقاومت کنی جلوشون خودت میری بیرون. من نمیدونم شیشه یه دونه گان مشقی زد تو بازی، الان تفنگ داره. اگه تفنگ داره چرا گانشون نداد؟ چرا متهمان آماده دفاعیه یه باشند. مشقی دیگه نزد؟ نمیدونم. از یکیتون دمتون گرم که آقا تشکرم میکنم که منو آوردید بالا. مافیا دمتون گرم، قشنگ دارید بازی میکنید، ولی به این آقا خانم نبازید. بازیشو دیدم دست پیشم مافیا بود، همینجوری بازی میکنه. باشه آقا من میرم بیرون بازی، ولی فکت از این قشنگتر نداشتم بهتون بگم. اومده با یه تیپ دو نشون بزنه، یه دونه با گان یه دونه با ناتویی. بتابه رأیتون رو بشید زیر منو، پس کشید نکشید. میریم سراغ رأیگیری. وصیتت رو میشنم. کاش فوش نمیدادی شماره 6. وصیت خاصی ندارم، خوشبند من ایشون بره بیرون بازی دیگه، واسه چی مونده داخل؟ تابه با اعلام مافیایی من شب میشه و شهر به بردش. خواب میره. ای وای کاراگاه بود بردش. دکتر این شهر به کمکت نیاز داره. کیو سیو بدم؟ یک و 10 سفیدن، خودم هم دکترم. بین 3 و 8 و 7 کیو سیو بدم؟ خودم رو سیو بدم، 2 تا سیو نمیشه. نه خودم رو سیو میدم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. شماره 1 رو زدم. درخواست اعلام وضعیت. شماره 10 به چخمون میده، صحبت نمیکنه، رأی کاری هم نمیاره. نمیکنه. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. ببین من بذار شماره 7 رو سفیدش کنم. مرسی. بعدی. برو خودم منو ببخش، خب منو ببخش یالش میدم دکمه خداویسی زن بزن. مرسی. یه دونه راه در کمال آرامش بهتون پیشنهاد میدم. امروز تنها کسی که باید بره بیرون 10 بازیه. شما دوتا مگه اسم پلیر نمیذارین؟ 10 تا الان به کسی رأی نداده. داخل 3 نفر هم قاعدتا میمونه، چون مافیا به نفشه که بمونه. سیف هم. متشکرم. نفر بعد. حرفت منطقیه، یعنی خودم هم قبل از اینکه تو خواستی حرف بزنی خواستم همینو بگم، ولی جدی میگم رو تو هستم. فکت شیشه رو آوردم ولی اینم رأی سوخته داده. نمیدونم تنها شهرم اشتباهی. حالا حرف بزنید فعلا، چالشم به من بده. نفر بعدی. ببین ما اگر امروز باید خروجی داشته باشیم، خب سه درست میگه.
اگه بخوایم مثلا منو بدیم بیرون یه شات بخوره 2 نفر بمونن 10 بازی عملا نمیتونه کاری بکنه و میمونیم توش. امروز باید خروجی بدیم. من 7 شهروند دارم، بین 3 و 8 یه دونه مافیا نشسته. مرسی. ببین شماره 8 یه چالش بگیر، شماره 3 تو بعد منی، شماره 8 یه چالش بگیر داداش. تو الان لطفا بگو 3 رو گفتی خداحافظ، 3 رفت بیرون، 3 بازی تموم نشد، 3 مافیا نبود، بین من و 7 دهم که شوه، 3 مافیا نبود، تو خودت هم شرمند، بین من و 7 کی مافیاته؟ اینو میشه به من بگی؟ بعد میایم همه تو دفاعی دوباره صحبت میکنیم. مرسی. اینم فکر خوبی آورد آقا، دری میدیم بیرون. دمت گرم، فکر خوبی آوردی. مرسی. نگاه کن تو الان باید جواب سوال 4 رو میدادی، میگفتی 3 بره بیرون بازی تموم میشه، نه اینکه بگه 10 بره بیرون حالا بهش فکر میکنی. من نظر من با اینجوری جواب فن آخر بروسلیو زدم بهش. فکتام نگاه کن تمیزه دیگه. من به 3 روز آینده بازی فکر میکنم. من داشتم یارو بلند شده علنی گفته دکتر بازیم، بلند شده گفته من برم بیرون شاتا میشینه. مرسی. نفر بعد. ببین 3 تا فکت میارم. یکی تو رأی ندادی، از شیشه دفاع میکردی، درسته؟ تو رأی یه چیز دادی، سوخته دادی. تو هم آگاهی داشتی از دو بازی، درسته؟ پس به همه رأی میدیم، یه دور حرف میزنیم، ولی خروجی 10، درسته؟ برای رأیگیری آماده باشید. ببین دروازه صحبت نمیکنه، داخل 5 نفر تو 3 نفر گره میشه تو بازی، تو 3 نفر گره میشه تو بازی و باید الان دو بدیم بیرون، یه شات بخوریم تو کیاس ببینیم شهروند پیدا. کاش من تو کیاس نرم، چون از کیاس متهمان آماده دفاعیه باشند. از کیاس متنفرم. حاجی شما تو چجوری از خودتون رو میذارین شهروند؟ اصلا نمیتونم درکتون کنم. دهید با رای آخر شانسی من حواسم یه لحظه پرت شد، نمیدادم خود دیگه فنا بودیم. حاجی نمیدونم، 5 یادمه به تو میگفت که تو که کارگاه نیستی گانو سیو شد میخوای، شیشه هم ناتویش کرد. چرا تو رو ناتوی نکرده بود با اینکه فکتی واسش نداشت؟ یارو گفت دکتر. مرسی. نفر بعد. ببین داداش من هفته اومد فکت 6 آورد، موقعی که 2 میخواست بره فکت 6 آورد. امیدوارم الکی شهروند نکنم، ولی من هفته رو شهروند دارم، کارت خودم جلومه، کارت دم رو شده، بین 3 و 8 مافیا دارم. 8 تو الان به من بگو 3 نره، من از 3 نره میگم تویی، تو نری میگم 3. اون دوتا رو شهر دارم، تو هم بگو 3 نباشه کیه، تکلیف رو بدونی. متشکرم. نفر بعد. ببین تو خیلی خوبی، یعنی فوق‌العاده خوبی 3 بازی، اصلا هیچی ندارم بگم، فقط خروجی اینه، هیچی نمیگم، تو رو کار دارم. متشکرم. نفر بعد. آقا خروجی میدیم ای بازی دیگه. خب 7 بازی تو فازه من سفیده فقط اینجا. بلن وایسا برسیم به روز 6. فن آخر بروسلیو زدم به 8. نفر بعد. فن آخر بروسلیو زدم به 8، جواب سوال منو نمیده. شماره 8 جواب سوالمو نمیده. میگم آقا اگر 3 رفت بیرون مافیای بعدی کیه تو این بازی؟ من خودمو امشب سیو نمیدم. شماره 7م تکاوره، احساس میکنم 7 تکاوره، نمیدونم. 5 و 1 که تکاور برای نبودن. رأیگیری آماده باشید. 5 و 1 که تو این بازی تکاور نبودن که بخوایم. پس 2 مافیا نو هم تکاور نبود، پس تکاور الان بین ما نشسته. من دکترم، یه دونه مافیا دم کشید بین
3 و 8 و 7 یه دونه تکاور نشسته که احتمالاً 7 بازی باشه، احتمالاً شماره 7 بازی تکاور باشه و من سیو روش میذارم. کلام آخر. یه سیو میذارم رو شماره 3. این شماره 10 ما رو مجبور کرد بچه، بازی اساس و سختی شده، منم چند جاش عصبی شدم. الان موندم کیو سیو بدم. اگر با سیوم اعلام بشینه من یه شب میشه شهروند، و شهر به خواب میره. اگر سیوم بشینه یه دونه شهروند دکتر این شهر به کمکت قطعی نیاز پیدا داره. میکنم. من خودم شهرم، تو این 3 نفر 7 بازی هم شهروند دارم، میدونم فکت بازی شهروندش کرده واسم. بذار من چند رو سیو بدم خدا، بذار 8 مشکوک رو سیو بدم. آره بذار 8 رو سیو بدم، مشکوکمه. با اعلام منو من زدن، روز میشه و شهر بیدار. منو زدن. بله 8 مافیاست، خدا رو شکر منو زدن. 8 مافیاست، من بودم درخواست اعلام وضعیت. 8 مافیاست. آخه 3 بار ازش سوال کردم جواب سوالمو نداد. رأی نمیاره. تو همچین موقع باید رسیدیم به مشکوک بخش تو جذاب بازی، جایی که این سه سیو عزیز باید بدی به صورت تا شهر آزاد بشه با هم واسه. صحبت کنند. از همین لحظه گفتگوی شما ببین آغاز میشه. من اگر بفرمایید. بودم فقط رو 8 بازی بودم، گرفتی؟ پس 3 و 7 منو نمیزنن. 7 و شهر 7 قطعی شهرونده، 7 قطعی شهرونده، چون گفتم شهروندش دارم منو نمیزنه. 8 مافیاست. فکت 8 هم آوردم، یا خدا 8 مافیا باشه. فکت های 3 تا مافیا رو آوردم، یا خدا 8 مافیاست. یه چیزی به اسم مافیا قطعی وجود نداره. از اول بازی ساده ترین پیشنهادها و مهمترین‌ها رو من گفتم. حتی سوتیان دادم، نقش من گفتم. یه لحظه بذار صحبتام کنم بعدم بگو. بچه‌ها بذارید حرف بزنم. من 8 مافیا دارم حتی به اشتباه. آخه چجوری بیاد کاراگاه بازی نیستی، چجوری روزی که گان تو بازیه میگی 2 رو بزن؟ 7 که تکاور دارم. من به 7 گفت دو رو دیدم به من بند کرد و 2 رو زدم شب انداختن بیرون. روزی که تو دو رو زدی بنده 2 روز قبلش دو رو گردن گرفته بودم، میخواستم رأی خروج بدم ولی حداقلش بعد شماره 1 کرد بیرون. این نکته اول. نگاه کن یه لحظه داداش بذار منم که 10 ثانیه حرف بزنم. 3 بار یه کار آقا بذار رأی نمیدیم به کسی، بذار من صحبتام بکنم دیگه بعد شما صحبت کنید. خوبه نگاه من تک رأیه که بعد دوم دیگه 7 بازی فکتش هم الان میارم. نگاه کن 7 بازی ادعای کارگاهی کرد که پنجه بهش گفت اون نقش نیست، شیشه بلند شد پنجه رو ناتویی کرد. میتونست 7 رو ناتویی کنه ولی میدونست یارش. نکته دوم 7 بالا پایینش رو زده بود داخل بازی ولی شهروند ساده نیست. درس که نمیدیم رأی نمیدم، هم رأی نمیدم. 8 هم رأی بده من رأی نمیدم. خیلی صادقانه. 7 بازی تک رأی من تویی. بچرخ. 7 والا به خدا منم گیج شدم. برای رأیگیری آماده باشید. این فکت هایی که الان شماره 3 بود منم گیج شد. آخه راست میگه، شماره 7 والا پایینش رو زد، بعد گفت من تکاورم نیستم. اگه نقشمو گفتی نگهبانم نبود، کاراگاهم نبود، تفنگدارم فکر کنم شماره 9 بود، جنگی نداد، نمیدونم. ولی من 8 دارم، چون 3 بار ازش پرسیدم آقا 3 مافیا نباشه کیه، نمیگفت، علنی نمیگفت. بعدم اومد 2 رو فروخت. من فکتام بعد من 8 مشکوک داشتم، 7 منو نمیزد که بین 3 و 8 گیر کنه. رسیدیم به بخش جذاب 8 بازی، میزد جایی که این سه عزیز باید من به باش صورت دست آزاد میدادم. با هم صحبت کنند. از همین لحظه گفتگوی شما من به آغاز خاطر میشه. شات خودم بفرمایید. میگم 8 مافیاست، چون 7 یا 7 میرفتم با 8 دسته میدادم. داداش حرف زدی فقط 3 گوش کن. میرفت من با 8 روز دسته 2 میدادم. بازی گفتم 2 خب 2 من 2 رو با 8 و من فقط گفتیم گان رو سر 2 بخوره، درسته؟ بعدش روز بعد وای 2 شماره من 7 فهمیدم 8 زده، قشنگ اینو گرفتم. خب این یکی.
2 من میگم شیشه، خب تو میگی 10 خون چی؟ نگهبان باز. نه بعد الان میای اشتباه فکر میاری نکن. میگی اینجوری من رأی 1 و 2 برای 3 بازی. نه 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 صحبت کنم دیگه. 8 قرار رأی میریم برای رأیگیری. وای نمیدونم، شاید هم 3 مافیا باشه، من اینم نمیدونم به قرآن. ولی 8م یعنی 2 تا یارش رو اگه فروخته خیلی بده. ببین بازی با یار فروشی در نمیاد. 8 گفته شیشه بره، گانو واسه 2 خریده دیگه. بگم 3 بازی هم یه جای مقاومتی کرد واسه 6 گاه. رسیدیم به بخش فکتش جذاب بازی، نمیدونم جایی که خدا رو ایس شکر من تو عزیز کیاس باید نیستم. به صورت آزاد با هم صحبت کنند. خدا رو شکر از من تو همین لحظه کیاس نیستم. گفتگوی شما آغاز میشه. بفرمایید. شاید اصلا 3 و 8 شهر باشن، 7 مافیا باشه. میدونی بگم داداش لازم میدونی چرا 7 بازی شک میکنم؟ 2 بازی برگشت گفت 4 بازی داری سوسو میکنی، خب برگشت بعدن به 3 تارگت زد گفت تو مافیای قطعی. خب نمیدونم اینجا من شک دارم تو رو. 7 بازی دیگه ذهنیت من مافیان به من رای بده، ولی بچه های دیگه شهروند باید جواب پس بده. هیچ حرفی هم ندارم، همه مایک براسته. جواب پس نمیده، نگران نباشه. میریم وای برای رأیگیری. خیلی بچه. شماره 7 پا بده رأی تو به 3 بده. شماره 7 شماره 8. ای بابا شاید اصلا 7 نمیدونم، شاید 7 مافیا باشه، نمیدونم. آخه اگه شهروندم هستی شماره 7 چرا اینقدر شل وصیتت کردی، رو اینقدر میشنویم. بد شل کردی به شماره 7؟ هیچ حرفی نمیمونه دیگه. بگو مافیایی تو شماره 7. بازی رو بردی، عالی بودی. بگو شماره 7 مافیایی طور قرآن. شماره 7 بگو مافیایی، حالمو بد نکن. شماره 7 شماره 7 بذار بازی تموم تبریک شه. میگم. یس 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 شماره 8 یه دقیقه برو آقا. شماره 8 داداش منو ببخش به تو شک کردم منو ببخش. شماره 3 عالی بودی ها. یعنی من گفتم الان فقط بیای رو شماره 8 یهو ریج کردی رو 7. میدونی چی کار کرد؟ گفت فقط یه چیز، یه لحظه گوش کن. گفت فقط صداقت میارم. اونو نمیگفت، من دیگه وقتی اونو گفت خودم هم شل کرد. داداش من نشنیدم به خدا گفت فکت صداقت. من نگفتم فکت صداقت میارم که شهروندم، گفتم فکت صداقت میارم رأی نمیدم. دو تر صحبت رو بشتم. گوش بده شماره 7 یه لحظه داداش، یه لحظه گوش بده یه جواب به من بده. شماره 7 من که گفتم اگه 3 بره بیرون 8 مافیاست، 8 بره بیرون 3 مافیاست. تو چرا شب منو شات کردی؟ ببین من باید گمراه کنم ذهنو. 3 رو میزدم هیچ وقت 8 با من دست نمیداد. اینو مطمئن باش. خود تو 3 رو میزدید 8 با تو دست نمیداد، ولی من تو رو سفید قطعی داشتم واسه خودم. حتی شب یک بازی هم سیوت دادم. لحظه آخر یه فکت آوردی برام، ترسیده. حالا دمتون گم دیگه.